سلام و درود به دوستان و همراهان عزیز. من بشرا هستم، رتبه برتر و مشاور تخصصی کنکور هنر. دوستان عزیزم، در این ویدیو در ادامه ویدیوی قبلی میخوام که در رابطه با یک سری نکات مهم برای مطالعه کنکوری ها در دوران تعطیلات عید نوروز صحبت بکنم. دوران تعطیلات عید نوروز یک فرصت خیلی مناسب هستش که کنکوری ها میتونن در این دوران پیشرفت خوبی داشته باشن. در ویدیوی قبلی عنوان کردیم که برای این دوران حتما آزمون آزمایشی منظم شرکت کنید، برنامه مطالعاتی استاندارد و متناسب داشته باشید، متناسب با سطح تواناییتون، و اینکه اگه دچار مسائل روحی شدید چطور این مسائل رو کنترل بکنید. توی این ویدیو میخوام یک سری نکات تکمیلی دیگر رو عنوان بکنم. در دوران تعطیلات نوروز برای مرور مباحث قبلی از خلاصه هاتون حتما استفاده بکنید، چون که تعداد کتاب‌های کنکور هنر زیاد هستن. امکان اینکه شما بخواید مثلا گاهن همه کتاب‌ها رو از روی خود کتاب درسی مرور بکنید خب وجود نداره و این تایم زیادی ازتون میگیره. اینکه از اول سال هم تاکید داشتیم روی اینکه خلاصه برداری داشته باشید از کتاب‌های در واقع هنری که مطالعه می‌کنید، بر همین موضوع بود. تو این دوران مباحثی رو که مطالعه کردید از روی خلاصه ها و یادداشتاتون مرور می‌کنید و تست هایی که مشکل داشتید، به اصطلاح بهشون میگن تست های نشاندار، یعنی تست هایی که شما موقعی که تست اون مبحث رو میزدید نمیتونستید اون تست رو حل بکنید، براتون مشکل بود یا به هر دلیل یاد نگرفته بودید یا غلط زده بودید، کنارش یه علامت گذاشتید، به اصطلاح اون تست علامت دار یا نشون دار شده و این تست ها رو حتما مرور بکنید توی دوران جمع‌بندی، در واقع به اصطلاح دوران جمع‌بندی نوروز، جمع‌بندی نیم سال اول و بخشی از نیم سال دوم که مطالعه کردید. چون این تستایی که قبلا توشون مشکل داشتید اگه نشون دهنده یادگیری ناقص هستن، یعنی شما یه مبحث رو ناقص یاد گرفتید و اگه مرور نشن ممکنه باعث بشه که توی آزمون‌های بعدی و حتی توی کنکور به پاسخ غلط منجر بشه. وقتی یه مبحث رو ناقص یاد میگیریم خب طبیعیه که به پاسخ غلط در جلسه آزمون ختم میشه. و نکته دیگه این که وجود داره اینه که دوستانی که از حالا اوایل سال آزمون آزمایشی میدادن توی این دوران از کارنامه‌های مبحثی آزمون‌های آزمایشیشون استفاده بکنن. این کارنامه‌های مبحثی نقاط ضعف و نقاط قوت شما رو توی هر مبحثی و هر درسی نشون میده و به شما خب یه افق روشنی میده از اینکه تو کدوم مباحث قوی هستید و باید اول اونا رو مرور بکنید، به اصطلاح نقاط قوت رو حفظ کنید. تو کدوم مباحث متوسط هستید، میتونید مثلا با مرور یا تزنی بیشتر این مباحث رو به سطح مباحث قوی ارتقا بدید. تو کدوم مباحث ضعیف هستید و لازمه یه مقدار تایم بذارید روی مباحث ضعیف کار بکنید که مثلا اونها رو به مرحله متوسط بیارید. پس حتما از کارنامه مبحثی که در واقع اون توی حالا یه سری آزمایشی استاندارد کارنامه مبحثی وجود داره و در کنار اون کارنامه‌ای که درصدها و رتبه رو به شما میدن، کارنامه مبحثی که شامل ارزیابی مباحث و درس‌ها هستش به شما میدن، که توصیه می‌کنم حتما دست از داوطلبان این کارنامه‌ها رو ارزیابی بکنن و توی در واقع اون برنامه‌ریزیشون اینو لحاظ بکنن که کدوم مباحث به هر حال بر هر مباحثی و چه عملکردی داشته باشن. این خیلی نکته مهمی هستش. و نکته بعدی این که میتونید توی دوران تعطیلات نوروز از کتاب نوروز استفاده بکنید که کتاب نوروز رشته هنر در واقع برای جمع‌بندی همین مباحثی که قبلا خوندید در قالب تزنی خب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یعنی مباحثی که قبلا خوندید رو به جای اینکه مثلا بیاید بازخوانی کنید، مثلا بیاید دوباره از اون روی اون مبحثی که خوندید مثلا بخونید، اول مثلا تست میزنید، یعنی به اصطلاح بهش میگن تکنیک بازیابی. اول تست میزنید شما و بعد با توجه به نتیجه‌ای که از اون تزنیه به دست میارید، اون تزنیه به شما نشون میده کدوم مباحث از چیزایی که قبلا خوندید هنوز یادتونه و کدوم مباحث رو فراموش کردید. و با توجه به بازخوردی که میگیرید که مثلا من این قسمت از اون مبحث رو فراموش کردم یا این دسته از مباحث رو فراموش کردم، میرید و اون قسمتایی که فراموش کردید رو از در واقع خلاصه‌ها یا یادداشت‌ها یا کتابای درسی مرور میکنید. این تکنیک در واقع خیلی استاندارد و خوبی هستش که توصیه میکنم برای دوران تعطیلات عید نوروز حتما از این تکنیک استفاده بکنید. یعنی به جای اینکه مثلا بیاید از اول این چیزا رو بخونید و به اصطلاح پروسه بازخوانی، چون یه پروسه هستش که واقعا انرژی میگیره و شما وقتی که مثلا یه چیزی رو برای بار چندم مرور میکنید و میخونید متوجه نمیشید کدوم قسمت از این مبحث رو شما اشکال دارید، کدوم قسمتش رو ممکنه فراموش کرده باشید با گذشت زمان. ولی وقتی یه مجموعه تست میزنید مثلا از همین کتاب نوروز یا کتابای جمع‌بندی مثلا نیم سال اول دوم، یه مجموعه تست که میزنید شما متوجه میشید که از نتیجه‌ای که از اون در واقع
تزنی به دست میارید متوجه